سلام به همه دوستان عزیز. توی این آموزش 4 دقیقه‌ای میخوام بهتون بگم که چجوری ثبت نام لاتاری 2026 آمریکا رو انجام بدین بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای و در آخر کد رهگیری رو بتونین بگیرین. با من همراه باشین. فرقی نمیکنه شما بخواید توی تلفن از طریق موبایلتون ثبت نام کنین یا لپتاپ. شما نرم افزار گوگل کروم رو دانلود میکنین. توی تلفن خودکار این گزینه هست. حالا من توی لپتاپ بهتون آموزش میدم. سایت رو که با گوشی که باز میکنیم، وقتی که میگم توی تلفن خودش هست، الان یک مرورگر گوگل کروم من نصب کردم. حالا توی اندروید و iOS هیچ فرقی نمیکنه. وقتی که باز میکنین 3 نقطه رو که بزنین، یه گزینه داره ترنسلیت، خودش داره این گزینه رو که بزنین ترنسلیت میکنه، ترجمه میکنه. حالا اگه این چرخدنده رو که ما بزنیم میگه که فرام یا تو. فرام میگه زبان اصلی سایت چه سایتیه، چه زبانیه، و تو میگه به چه زبانی ترجمه کنم. اگر که ترجمه نکرد و به زبان دیگه ترجمه کرد، شما حتما این گزینه رو انتخاب کنین، به زبان فارسی بزنین و سایتتون رو ترجمه کنین به زبان فارسی. اگر یه جایی مثلا به فارسی برخورد کردین، یه جایی برخورد کردین به ترجمه غلط و اینی که ترجمه درست نبود، دوباره این 3 نقطه رو بزنین، ترنسلیت بزنین و اینجا شو اورجینال یا دیدن زبان اصلی رو که بزنین، زبان سایت به حالت اولیه برمیگرده. وقتی گوگل کروم رو دانلود کردین، از این قسمت اکستنشن ها، منیج اکستنشن، این قسمت کروم وب استور رو باز کنین. توی این قسمت بنویسین گوگل ترنسلیت. همین گزینه اولم میاد. این که اومد، اد توی کروم بزنید اینجا، اد توی کروم. بسیاری از تلفن همراه ها اینو پیش‌فرض توی نرم افزار گوگل داره. اگه نداشت اد کنین، همین جوری که من زدم، ولی اکثر تلفن ها داره. الان این اد شد توی گوگل کروم. خب حالا سایت خود ثبت نام لاتاری رو باز میکنیم که این آدرسش هست. اشتباه ننویسین، این رو توی توضیحات ویدیو هم میذارم. وقتی که سایت رو باز میکنیم میاین پایین، اینجا قسمت فوتو میگه که چه عکسی مناسبه، حالا چه عکسی باید صلاحیت اینو داشته باشه که تایید بشه. الان اینجا نوشته که مثلا این عکس تایید میشه ولی این عکس به خاطر نور تایید نمیشه. اینا رو رعایت کنید تو انداختن عکس. این قسمت پایین نوشته entry form، این رو که بزنین begin entry، یعنی این همون ثبت نامه. وقتی که بازش میکنیم بسته به سرعت اینترنتتون یه مقدار طول میکشه. توی این قسمت بعد به این کد رو بنویسین AA 5 U AY next میزنیم. این قسمت که باز شد، شما یک کلیک راست روی صفحه میکنین، یک گزینه اضافه شده بهتون به اسم ترنسلیت تو فارسی یا ترنسلیت توی یک زبان دیگه. اینو که میزنیم اینجا یه چیزی باز میشه، اینجا یک گزینه باز میشه. اگه که این پرشین چیز دیگه ای بود، از این 3 نقطه میاریم، میگه که choose another language، یعنی من یک زبان دیگه رو میخوام غیر از فارسی ترجمه کنه. مثلا میذارم روی زبان حالا رومانیا. ترنسلیت که بزنم صفحه واسم ترجمه میشه. اگه که نبود این رو بیارین بذارین روی فارسی یا همون پرشین. دقت کنین قسمت اول نام خانوادگی رو باید بنویسین.
قسمت دوم نام، یعنی برعکس. اینو حتما دقت کنین که بعداً اگه برنده شدین توی سیستمتون اشتباه نشه. نام میانی رو اصلا هیچی نذارین. مثلا اگه اسمتون محمد رضا هست فکر نکنین رضا نام میانیه، نه، نام میانی برای سیستم نام ایرانی استفاده نمیشه کلا. قسمت دوم جنسیت، قسمت سوم با این حرکتی که من زدم الان همش فارسیه. سایت انگلیسی رو باز کردیم ولی ترجمه شده. تاریخ تولد نگاه کنین، ما الان نوشته میلیمتر. بعضی وقتا این ترجمه‌ای که میزنه رو خیلی خوب نمیتونه انجام بده، یعنی بعضی لغت‌ها اشتباه ترجمه میشه. مثلا اینجا که نوشته میلیمتر، اگه به این برخورد کردین دوباره یک کلیک راست کنین توی صفحه ترنسلیت تو فارسی رو بزنین، بعد اینجا روی انگلیسی بزنین که صفحه دوباره بیاد روی زبان اصلی. الان نگاه کنین ماه رو نوشته mm، روی ترنسلیت یا ترجمهش میلیمتر ترجمه کرده. اطلاعات رو پر کنین. قسمت دوم، حالا من فارسیش بزنم، قسمت چهارم نوشته شهری که در آن متولد شدین، کشوری که در آن متولد شدین. این را روی بله بذارین یا اگه انگلیسی باشه روی یس بذارین، اصلا کاریش نکنین. عکس شرکت کننده، عکس جدید رو انتخاب کنین. آدرس پستی انگلیسیش قسمت 8 میلینگ آدرس. این آپشنیال که نوشته یا همون اختیاری، اینو اصلا نمیخواد برین پر کنین این قسمت ها رو. اما قسمت بی آدرس لاین 1 اینو حتما پر کنین، شهرتون و استانتون. میبینید که اینجا الان واسه ما هست، یعنی قسمت اول اگه من انگلیسیش کنم، قسمت اول شهر، قسمت دوم یا ای استان، پست کد یا زیپ کد اگه بزنین اینو کلا بزنین روی 9، یعنی زیاد چیز خاصی نیست. کشورتون هم انتخاب کنید، کشوری که شما توش متولد شدین. حالا اینجا قسمت 9 میگه که کشوری که امروز در آن زندگی میکنید چیه. حالا کشوری شاید یه کشوری باشین در اون زندگی کنین ولی اصالتا اهل یه کشور دیگه باشین، یعنی مثلا الان در ترکیه باشین و حالا ایران به دنیا آمده باشین. این رو انتخاب کنین. شماره تلفن اختیاری نمیخواد. آدرس ایمیل خیلی مهمه، یک بارم تاییدیه‌اش رو باید بذارین، یعنی همون آدرس رو دوباره اینجا پیست کنین، حتما بذارین، چون وقتی برنده بشین توسط آدرس استفاده میشه. اینجا مدرکتونه که مدرک دبیرستان، حالا تماما فارسی شده. وضعیت تأهل، تعداد فرزند. ادامه رو که بزنین یک صفحه میاد، اونو که چک کنین، تایید کنین، بعد ادامه رو بزنین واسهتون کد پیگیری میده. یعنی به این روش خیلی ساده ما یک سایت رو تبدیل کردیم به یه زبان فارسی که راحت بتونین بفهمین و بتونین باش ثبت نام خودتون رو انجام بدین.